همداران عزیز سلام علیکم. نهمی نوامبر سال 2024 میباشد. چخیلی که من وعده کردم دینا تویبه بدیم در سمرقند و به شما وعده کردم که نوارهای عجایب یافته شما با نشون میدم. من یکی از نوارهای عجایب این است که انگور تویفیه از تنه سیمها کنده گرفته زمین با برگشت قطعی خوبونده. صبر جانه که بید اینجا بکنی کنی اینا چیکار میکنه؟ کنی شما جمشید جان یک بید کنی چیکار میکنه اینا؟ اینا حاضر بریدیم. پس از بریدن حاضر چه بریده؟ پروسا سبک کردید ها؟ ابریز که کردیم یکدام. ابریز که اکنچاتین کردید می؟ او این دروز همش کو یا الان که این حاضر تگیبه بیست بود. این بریده دو خودش با نگرفته. هیزمش نگرفته. هیزم خودش که با خودش پشته. پوشوندید. بعد از این بالاش می خاصایی برام نگیشم بالاش میپشه. همین که این بهار میشه. خوک نمیپرتوید. نه خوک نمیپرت. همین چیزی وای خدا برگ خودش برگ خودش قطعی همین پیچیده بالاش اگر برف زند خنک نمیزند اینا. خنک نمیزند. بهار بومه بردارید مینا. بهار ببرد. کن اینجا بیاد جمشید جون. من همین به نشون تید. من همینا اوجه بریده ده. همینا بریده. اینا کدوم طرف میخوابونه دکو؟ اینا حاضر گیجه با که رئیس خودش بیاد همونجا میخونه. خودش بیاد ها؟ مثلا ایرو تو گوجه بگوید. تو گوجه که بیاد همونجا میخونه. بولوش با چی هم میمونید؟ انا اینو جمع کردشتی نه؟ بچه ها جمع کردشتی نه؟ بولوش با میمونید خوابونده. هم دوران عزیز من چه دیدید؟ من مثال میگیرم همینا میخوابونیم. من همینا زمین میخوابونم. هم با قدش. جمشید گفته که گوجه به خودش میگوید یعنی که با قدش میگوید. قدش گوجه بگوید همونجا میگرونید و من خیلی بعد همین ابرسکه کدگی ها جمع کرده بولوش میخوابونن. من وزبین میشد. تویفی خوب میرود. من نیهولا بینی. من میدانو اینجا چند هکتار جمشید جون؟ من قطعا 27 هکتار 27 هکتار آنم که میکنم. ما میگیم که ما خوشمون نمیاد انگور پرورش کنیم. انگورمون خنک میذارن. اگر اینجا با 20 خنک شود میذارد یا نمیذارد؟ اصلا مزادگیش دکوریم چون که منبع اگر دونه پارکینگ فری جو است تاشکند. پارکینگ هست. خنک جو. کو. هر سال وایو الان خیلی میکنم. هم که میکنم. از این پیش خوک بگیر میکرده. خوک بگیر میکرده. اخیراً یک 3-4 سال من گیر نکردم مونده. زمستون نقضم زشته. سالی گذشته بعد از خنکی زدم. من خیلی متد گذاشت. این آسان‌تر. این آسان. گیر کردن قین‌تر. انا همدیران عزیز من ببینید یک تشه گرفتن. انا خوابوندن با قدش خوابوندن. اکنون ببینیم چیکار میکنن. ها گازن جمشید جون این اگه بالا برای چیز برای خوک میگیریم گیم برای همون جوش بدنشو خوکی پشت نمیتونه. خوک میگیریم گیم فقط نگش خوکی تگو ممکنه. همیشه پشوندن نمیشه دینا فاکتیسکی. از برای همون ما سرازو بوریسو دینا سرازو بوریدا. نه از پیش بوریدا رفتین. اون پیش بوریدا رفتین نه؟ پیش بوریدا رفتین من بدهنش تماشا کنیم. انا اپای شستری بود است اپای چقام بود است من زمین ما گرون شدیم. زمین دم منم خیلی میگرونه. یعنی انا میکشم میگیرم. روی زمین دم میگرونه. ببینید. انا زمین دم گرونده. انا این دو درکی موجود. انا این بریدگیه اون بعد دوست قطعی جمع کرده. هزموشه بولوشه جمع کردیم تو اینکه وزبین شود و انا و اینا میتونیم در تاجیکستان جای خنک یاد گیرید. طرفایی که انگور خنک میزند میگیم که خنک نمیشد میگیم انا خیلی کنی. بهار اینا هیزمش جمع کرده میگیرید و با توکا برداشته جوشبا میمونید. توکا برداشته میمونن. من بهار من دیدید و اپام زمین چه گرون شده است. این بچه جون خیلی هیزم جمع کرده ولشو پشون شده است. یا به سببش از یوشش خواهم که خواندم به تربیت کنیم اگر این پگه تنها که غصب شده روانم از پس میبندیم. بعد از که هم ریسپانه بریدن خودش افتر میسکم خوامی رفته گیرم شد. یعنی که از خورده شما اینا اگر گروندن با عادت کنونید کلان هم شود گروندن با عادت کردگی هم تو گیرید اگر بولو خودش خوب هیچ نباشه نگاش خوب میره. خوب میره.
درست از یوشیش از کودکیش یادودان در کن نمیموند. ها یادودان در کن هم دوران عزیز منه دیگر چی بگم همشه نشون دادم منه شما هم تا کتونه میتونید همخی کنید برای که منه بینید هم چیزی که متاسف خاص پس جمع میکند اما بین زمین بولوش با کندان میگیره منه بینید این بولوش اگر برف هم بیاید اگر بو برف بیاید او را گرم بد میشود اگر برف هم نبیاید اگر شمال شود این برگو من هم همه شمالی خنوکه میگرداند همدوران عزیز این یک نمود انگور پروری در سمرقند در تاجیکستان این خیلی انگور پروری در اوروتیپا باید باشد در پارکن دیدگی بودم من این یک نمود از خنوکی ایمین داشتنی انگوری تویفی خیلی نباید انگور تویفی تمام انگور هم خیلی خنوکی ایمین داشته می شود خیلی اگر که معقول باشد یکان گپ نویسید برای شما من باغ میگردم شما یاد میتیم شما یاد گیرید برای شما خدمت میکنیم جوان مردم